شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید هر لحظه زندگیتان در تلاوت کلام الله مجید و در عبادت الله متعال زیباتر از لحظات گذشته آن سپری گردد. همچنان با شما هستیم با برنامه آموزش روحانی قرآن کریم و بررسی تلاوت سوره های پایانی کلام الله مجید، سوره هایی که بیشتر عزیزان در نمازها تلاوت میکنن و بیشتر تلاوت میشه غالبا سوره های آخر جزء سیام، اما نیاز هست که ما بررسی بکنیم ببینیم که آیا آنچه که ما تا به حال تلاوت میکردیم دقیق هست، درست هست و یا نه، و یا حتی احیانا اگر درست هم تلاوت میکنیم بهتر بتوانیم تا یاد بگیریم که چگونه این سوره ها رو به دیگران یاد بدیم، چون که هدف اصلی ما این هست که خودمون یاد بگیریم و به دیگران هم یاد بدیم تا مصداق حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بشیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. من امیدوارم که انشاءالله عزیزان تا همین لحظه از برنامه هم بتوانند هر جایی از قرآن کریم رو باز بکنند، بخوانند، ولو اینکه سرعت شما کم هست. ما الان در مرحله آغاز روحانی هستیم. عزیزان انتظار نداشته باشید که اگر در ابتدا هر صفحه از قرآن کریم رو باز کردید با سرعت بخوانید. نه، هیچ نیازی نیست. ولی اینکه شما یک صفحه رو یک ساعت هم طول بکشه که بخوانید مهم نیست. مهم اینه که درست بخوانید. مهم اینه که میدانید چطور بخوانید. مهم اینه که شما همه علائم و حرکت ها رو بفهمید که این چی هست و چطور خوانده میشه. بعد با تمرین به مرور زمان هرچی تمرین شما بیشتر بشه سرعت شما هم بیشتر میشه و به جایی خواهید رسید که به راحتی با سرعت همه جاهای کلام الله مجید رو میخوانید. پس اگر در ابتدای تلاوت سرعت شما کم هست و احساس میکنید خیلی با حرکات شما دارید که سر و کله میزنید یا فکر میکنید که سرعت شما انقدر کم هست که کلمه به کلمه و حرف دارید پیش میرید، این کاملا طبیعی است. در ابتدا این اتفاق میفته، اما هر چقدر بیشتر تلاوت بکنید، هر چقدر بیشتر تمرین بکنید، سرعت شما بیشتر میشه. ابتدا شاید نصف صفحه بخونید، بعد میشه یک صفحه، بعد میشه دو صفحه. در همون یک ساعت میدونید بعضی وقتا میدونید 4 5 صفحه میخونید، بعد میبینید که در همون یک صفحه یک جزء رو هم میتونید تلاوت بکنید. این سرعت کم کم برای شما ایجاد خواهد شد، پس نگران سرعت در تلاوت نباشید. به همراه شما عزیزان سوره دیگر از سوره های پایانی کلام الله مجید رو تلاوت خواهیم کرد. ما مقداری از این سوره ها رو به همراه شما عزیزان تلاوت میکنیم. بعد از اون به ابتدای سوره مبارکه بقره خواهیم رفت و از ابتدا شروع خواهیم کرد. چند صفحه‌ای رو به همراه شما عزیزان حتما تمرین خواهیم کرد تا به راحتی عزیزان هر آنچه که از علائم و نگارش در مصحف شریف میبینن کاملا مسلط بشن که چگونه بخوانن. بقیه راه رو به خود شما عزیزان خواهیم سپرد که ادامه بدید. سوره مبارکه عادیات رو برای شما عزیزان در این برنامه در ترتیب سوره های پایانی قرآن کریم از برنامه‌های گذشته در نظر گرفتیم که انشاءالله تلاوتش رو کلمه به کلمه بلکه حرف به حرف به همراه شما عزیزان پیش خواهیم برد. تصویر این سوره عظیم رو با هم داشته باشیم. سوره مبارکه عادیات. به فرموده الله متعال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هر وقت قرآن می‌خوانید اعوذ بالله بگید، به الله تعالی پناه برید. ما هم اطاعت می‌کنیم این امر الهی رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واو فتحه داره، صدای ا میگیره. الف وصل ساده کوچکی که روی الف است از کلمه وصل گرفته شده و دلالت میکنه که این الف در هنگام وصل ما قبلش به ما بعدش خوانده نمیشه. الف وصل هر وقت در وسط قرار گرفت خوانده نمیشه، اما وقتی که در ابتدای تلاوت باشه خوانده میشه. الان اینجا خوانده نمیشه. واو میچسبه به لام. چرا؟ لام ساکنه. این علامت ساکنه یعنی این حرف سکونه، ساکنه، از خود حرکتی ندارد. برای حرکت دادن حرفی که ساکن است نیاز به کمک آخرین حرکت ما قبلش است. آخرین حرکت ما قبل رو میچسبونیم به لام. فتحه عین صدای ا میگیره، چون بعدش الف اومده صدای ا تقویت میشه، صدای آ میشه.
هر حرفی که فتحه گرفت بعد آن الف آمد، چه به این شکل کوتاه و چه بلند فرقی نمیکنه، آن حرف صدای آ میگیره. اینجا این صدای آ میگیره و این حرف اگر از 8 حرفه، اگر یکی از 8 حرف صاد، ضاد، تا، وا، غین و قاف و خا و را باشه، اون حرفی که فتحه میگیره بعدش الف میاد، آن وقت پر میشه، یعنی خواندنش با صدای آش پره، مثلا سا، قا، خا. اما این از اون حروف نیست، این از اون حروف نیست. فتحه میگیره بعدش الف نمیشه آ ول آ، نه میشه ول ع ول ع د، بعدش یا آمده دی میشه، دا کسره داره بعدش یا آمده، هر جا کسره بعدش یا آمد صدای ای میگیره. همونطوری که وقتی فتحه بعدش الف بیاد صدای آ میگیره، کسره هم وقتی بعدش یا آمد صدای ای میگیره، تقویت میشه ول ع دی. باز فتحه خودش فتحه، یا خودش فتحه هم داره بعدش الف آمده، اینجا فتحه بعدش الف صدای آ هم میگیره، یا ول ع دی یا ول ع دی یا هم اینجا پر نمیشه، از آن 8 حرفی نیست که پر خوانده میشن وقتی که الف بیاد روشون. ول عادیات ول عادیات ضب ضب، ضاد میچسبه به بی که ساکن هست. حرف ساکن، در حروف ساکن همیشه ما باید 2 نکته رو مد نظر داشته باشیم. یکی این که ساکن همیشه به همراه آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. دوم، ما از بین حروف ساکن 5 حرف داریم که این 5 حرف قاف، تا، با، جیم و دال هستن. قاف، تا، با، جیم و دال که اگر سر هم نوشته بشن میشه قطب جد. کلمه قطب جد رو به خاطر بسپارید، این حروف رو به خاطر خواهید سپرد. این حروف اگر این 5 حرف ساکن بودند، اصل بر ساکن اینه که حرکت نداشته باشه، ساکن یعنی سکون. اما این حرفا 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال وقتی ساکن مقداری قلقله میشن، یعنی میلرزه صدا در هنگام تلفظ اینها در مخرجشون، بهش میگیم قلقله. الان مثلا در کلمه با که از این 5 حرف هست، ضب ضب، نمیگیم ضب ضب. اگه قلقله نمیشد، نمیلرزید، میشد ضب ضب، اما نمیشه ضب، میشه ضب ضب. زیاد هم حرکت نمیدیم که حرکت دیگری نگیره. ضب حن، وقتی که 2 تا فتحه روی هم یا 2 تا کسره زیر هم یا 2 تا ضمه در کنار هم مشاهده کردیم، بهش میگیم تنوین. یعنی چی؟ اونجا در اصل یک فتحه داشتی، یک نون ساکنی بوده که حذفش کردیم، به جاش یک فتحه آوردیم، فتحه اضافی. حن میشه ضب حن، ضب حن. اما وقتی که ما در آخر آیه میخوایم توقف بکنیم، همیشه آخر آیات حکم بر اینه که هر حرفی که در آخرین کلمه قرار میگیره، آخرین حرف آخرین کلمه، یعنی آخرین حرفی که تلفظ میشه باید همیشه ساکن باشه، الا تنوین ان. این تنوین ان رو همیشه مد نظرتون باشه عزیزان. هر وقت تنوین ان در آخر حرف قرار میگیره، یک الف بعدش هست، همیشه یک الف بعدش نوشته میشه. در این مثال، در مثال پایین، در مثال دیگر اینجا، هر 3 تا، هر وقت تنوین ان آخر حرف، آخر یک کلمه قرار میگیره، یک الف بعدش هست. چرا؟ به این خاطر که در آخر کلمه وقتی که ما روی این کلمه، روی این حرف بخوایم بایستیم، این تنوین اضافی که نماینده نون ساکن بود حذف میشه، اما فتحه خود هم میمونه، با این الف ها تلفظ میشه، صدای آ تلفظ میشه. همیشه برای تنوین ان در هنگام وقف تنوین ان حذف نمیشه، بلکه تبدیل میشه به آ، تبدیل میشه به الف. اینجا والعادیات ضبحا، اگر ادامه بدیم ضبحا خوانده میشه. اما اینجا وقتی که بخوایم توقف بکنیم چی میشه؟ میشه ضبحا ضبحا. ه از اون حروفی نیست که پر خوانده بشه، پر نمیخوانیم، به همین خاطر باریک میخوانیم. اما اگر از حروفی باشه که پر خوانده بشه، پر هم خوانده میشه. والعادیات ضبحا، اینطور خوانده میشه ضبحا. فل، فهمی چسب به لام، الف در وصل میفته. فل مو، ضمه بعدش وا بیاد صدای او میگیره، فل مو. ری، کسره بعدش یا صدای ای، اما خود همین یا الف داره، فتحه گرفته و الف بعدش آمده صدای آ میگیره. ری یا پر نمیشه، یه ریاتی. فل موریاتی
فالموریاتی قد دال مقداری میلرزه، از اون 5 حرفی است که وقتی ساکنه در مخرجش میلرزه. قد نمیگیم قد نه، قد ها این هم مثل ها، مثل اون های قبلی دقیقاً تنوینش میفته و تبدیل به الف میشه در هنگام توقف کردن. فالموریات قدحا دوباره فل میچسبه به لام. فالمغی غین کسره داره بعدش یا آمده صدای ای میگیره یا حرکتی نداره، این فتح مال را هست. کسره غین بعدش یا آمده صدای ای میگیره. غی فتح مال را هست. فتح بعدش الف آمده صدای آ میگیره و را از اون حروفی است که پر خوانده میشه. صاد، زاد، تا، ذا، غین و قاف و خا و را از حروفی هستن که وقتی فتح میگیرن بعدشون الف میاد صدای آ میگیرن. را فالمغیرات خط بعدی صبح اینجا هم توقف میکنیم روش. صبح به میلرزه در مخرجش مقداری در هنگام تلفظ مثل ضب ها. اینجا صبح ها، فرقشون اینه که فقط اینجا صاد هست و اینجا ضاد بود. صبح فأثرن به هی کسره داره بعدش یا آمده، این یا هست. کسره بعدش یا صدای ای میگیره. به هی فأثرن بهی نق. قاف هم از اون 5 حرفی است که ما گفتیم وقتی ساکن هستن در هنگام تلفظ مقداری در مخرجشون صدا میلرزه. نق نمیگیم نق نه، نق این فتحه داره، تنوین داره در اصل نق ان هست، اما چون در آخر آیه هست و ما باید روش توقف بکنیم باید به صورت ساکن بخونیمش. اینجا سکونش چی میشه؟ تبدیل میشه به الف. تنوین ان همیشه در آخر وقتی که بخوایم توقف بکنیم روش تبدیل میشه به الف. نقعن وقتی که ادامه بدیم میشه نقعن، اما اگه ادامه ندادیم میشه نقع. اگر ادامه ندیم. اما اگه ادامه بدیم چه میشود؟ اگه ادامه بدیم تنوین داریم ما اینجا که در اصل یک فتحه بوده و یک نون ساکن که حذف کردیم به جاش یک فتحه دیگر گذاشتیم برای ساده تر نوشته شدن، اما در تلفظ اون نون ساکن همچنان باقی است. نقعن اگه ادامه بدیم نقعن نون ساکن هست اینجا و حتی اینجا ضبحا و حتی قدحن. اگر بخوایم ادامه بدیم چه کار باید بکنیم؟ چطور میشد؟ تنوین بعدش چی اومده؟ ما هر وقت بخوایم که تنوین رو ادامه بدیم یا نون ساکن، این رو عزیزان مد نظرشون باشه، نون ساکن و یا تنوین هم همون نون ساکن هست که گفتیم نون ساکنی بوده که حذف میکنیم بر روی اون حرفی که قبلش قرار گرفته یک فتحه یا ضمه یا کسره اضافه میکنیم که میشه تنوین. نون ساکن و یا تنوین هر وقت مشاهده کردیم در مصحف شریف و میخوایم تلاوت رو ادامه بدیم باید ببینیم بعدش چی اومد. اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین با بود، بارها گفتیم این حکایت رو باز هم تکرار میکنم، احکام نون ساکن و یا تنوین. هر وقت بعد از نون ساکن حرف ب قرار گرفت به جای نون میم تلفظ میکنیم. چرا؟ چون راحته. در فارسی این کارو میکنیم. زنبور میگیم زنبور. این یک. اینو بهش میگیم اقلاب، قلب به میم، تبدیل شدن نون به میم. قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکن یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون قرار گرفت که سر هم نوشته بشه میشه یرملون. اگر بعد از حروف یرملون قرار گرفت، قبل از اونها قرار گرفت و بعدش یرملون بود، یکی از این 6 حرف، نون تبدیل میشه به حرف بعدیش. به جای نون یک بار به جای اینکه نون ساکن تلفظ کنیم همون حرف بعدی رو ساکن تلفظ میکنیم، یعنی حرف بعدی میشه 2 تا، تشدید میگیره. اینو ما بهش میگیم قاعده ادغام، یعنی دغم شدن یعنی داخل شدن یک حرف در حرف دیگر. چرا؟ چون راحت تر تلفظ میشه. مثلا من ربکم، به جای که بگیم من ربکم میگیم مر ربکم، چون اینجور تلفظ ساده تره. به جای که بگیم من ربکم میگیم مر ربکم، به جای نون رو تلفظ میکنیم حرف بعدیش رو، راحت تره. به این خاطر
مثلا من لدن میگیم من لدن، به جای نون لام تلفظ میکنه. حرف بعدیش اینو میگیم ادغام. قاعده دوم. قاعده سوم، اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین 6 حرفی که از حلق ادا میشن، از حنجره، همزه، ها، های دو چشم، عین و ها، هی جیمی، غین و خا، همزه و ها، عین و ها و غین و خا اگر بعد از نون قرار گرفتن، چون تلفظ نون در این حالت آسانه، ما نون رو همونجوری که هست تلفظ میکنیم و ظاهرش میکنیم. این قاعده رو بهش میگیم اظهار، ظاهر شدن. اگر این قاعده سوم، اگر آمدیم بعد از نون به نبود که تبدیلش کنیم به میم، یا از حروف یرملون هم نبود که تبدیلش کنیم به حرف بعدش، و یا از حروف حلقی هم نبود که به راحتی ادا کنیم، چیکار میکنیم؟ قاعده چهارم اجرا میشه که بهش میگیم اخفا. نون رو از بینی ادا میکنیم، میاندازیم در بینی خودمون، مقداری هم صدا رو نگه میداریم. این قاعده رو بهش میگیم اخفا. در مثال های ما چه اتفاقی میفته الان؟ برگردیم به تصویر. الان ما در تصاویر اینجا نقعاً تصویر تنوین نون داریم، در حالتی که بخوایم آخر آیه توقف نکنیم و ادامه بدیم. اگه توقف میکنیم که تبدیل میشد به الف دیگه، تنوین تبدیل میشه به الف، نقع آ خوانده میشه، تمام. اما اگه ادامه دادیم، تنوین بعدش چی آمده؟ ف آمده. ف نه از حروف حلقی است و نه از حروف یرملون و نه حرف با. چه اتفاقی میفته؟ اینجا بعد اخفا بشه. این تنوین ما اینجا، یعنی این نون ساکنی که اینجا داشتیم به جای این فتحه اضافی نقعاً بود، نقعاً این نون باید در بینی مخفی بشه و از بینی ادا بشه، میشه نقعاً فوسط، نقعاً فوسط، نه بعد ادامه میده. این حکایت در این آیه تکرار میشد، ضبحاً فالموریات، یا قدحاً فالمغیرات، یا نقعاً فوسطن به جمع. بریم سراغ آیه بعدی. فوسطن، تا هم از اون حروفی است که میلغزه، مقداری در مخرجش در هنگام تلفظ. وسط، وسط، نمیگه وسط، وسط نه، بهی کسر برش یا صدای ای میگیره، بهی جمع آ، اگر توقف کنیم میشه جمع آ. اما اگه ادامه بدیم بعد نگاه کنیم که حرف بعدیش چی هست. بریم به سراغ صفحه بعدی. در آیه بعد ان نه، ان نه، نون تشدید داره، ان نه، الف خوانده نمیشه، لام میچسبه، نون میچسبه به لام ساکنه، از نون کمک میکنه. انل، اینجا نون ساکنه اما ساکنش مخفی شده. چرا؟ ساکنش رو ننوشته شیخ حسین طه خطات این نسخه، چون نون بعدش سین آمده و هر وقت بعد از نون سین بیاد اخفا میشه. سین از حروف یرملون نیست، حلقی هم نیست، با هم نیست. این سین بعدش الف اومده، صدای آ میگیره، این پر هم نمیشه. این س نه، ان الانسان ل رب، را به تشدید داره، کسره هم داره، یک بار به همراه ری خوانده میشه رب، یک بار به همراه کسره خودش به، رب به، هی کسره بعدش یا صدای ای میگیره، ل رب بهی، ل رب بهی لا نود. دال اینجا وقتی که توقف بکنیم این دوتا حرکت تنوین میافته، تنوین اون هست میشه لکنود. ان الانسان لربه لکنود. و این نون وقتی تشدید داره مقداری در هنگام تلفظش صدا رو در بینی نگه میداریم که بهش میگیم غنه. و انه، هو ضمه بعدش با صدای او میگیره، علی عین لام فتحه داره بعدش آ، الف اومده صدای آ میگیره اما پر نمیشه. علی ذ فتحه بعدش الف صدای آ باز هم پر نمیشه. و انه علی ذلك، ذلك لشه، هی کسر بعدش یا صدای ای، لشهید. دال ساکن میشه، تنوین میافته وقتی تنوین اون میافته در هنگام وقف. و انه علی ذلك لشهید. و انه لحب، حب به دوبار خوانده میشه، یک بار با ه حب، یک بار با کسر خودش به. و انه لحب، خط بعد الف در هنگام وصل میفته، لام ساکنه، نیاز داره با آخرین حرکت ما قبل که کسره با است، از کسره با کمک میگیریم. لحب
لحب الخير لشدید. اینجا هم تنوین حذف میشه. تنوین وقتی که ساکن قرار میگیره آخر آیه، این تنوین دیگه خوانده نمیشه. لشدید. اما اگه ادامه بدیم، اگه ادامه دادیم، چون تنوین بعدش الف اومده اظهار میشه، به همین خاطر شکل این تنوین با شکل این تنوین فرق میکنه. این تنوین رو اگر ادامه بدیم بعدش واو اومده ادغام میشه، یعنی باید به جای نون واو بخونیم. و همچنین در آیه بعدی لشهیدون هم که بود همینطور بود. اما اینجا لکنود و لشهید رو اگر ادامه بدیم، چون بعدشون واو اومده، در دوتا تنوین تبدیل میشه به واو، میشه لکنود و یا لشهید و. اما اینجا اگر ادامه دادیم لشدیدون افلا اظهار میشه، چون بعد از اون ساکن و تنوین، بعد از تنوین اینجا حرف حلقی اومده. به همین خاطر شکل این تنوین با این شکل فرق میکنه نوشتنش. شیخ عثمان طاهر هر جا که تنوین اون اظهار بشه به این شکل مینویسه. لا فتح بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. افلا یعلم اذا فتح بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. اذا بعثر ما فتح بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. ما فی الف خوانده نمیشه، لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف حرکت نداره یا هم نداره. کسره ف میچسبه به لام. فل دیگه میشه نمیشه فی، میشه فل. ما فی قبور ر اینجا ساکن میشه، زمان بعدش واو صدای او میگیره. قبور و حسل و حسل صاد با یک بار با ها خوانده میشه، یک بار با کسره خودش. و حسل ما فتح بعدش الف صدای آ اما باریک میشه. فس صدور ف کسره داره یا علامت نداره، الف در هنگام بس خوانده نمیشه، لام هیچ علامتی نداره خوانده نمیشه، صاد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، کسره ف هست، ف میچسبه به صاد. فس صدور ر هم ساکن میشه. و حصل ما فی الصدور. ان نون رو در هنگام تلفظ مقداری روش توقف میکنیم. ان ربهم بهم یو. اینجا میم ساکن علامت ساکنش رو مخفی کرده شیخ عثمان طاها، چون اینجا گذاشته اینجا نگذاشته. چرا که هر وقت بعد از میم ب بیاد ما در اصل میگیم اخفای شفوی، یعنی در لبها مقداری مخفی میشه مخرجش. ربهم بهم. به همین خاطر حالا ان شاء الله در برنامه بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. ساکنش رو ننوشته، شاید برای بعضی از عزیزان جای سوال باشه، چون اینجا یک اخفای شفوی مال میم و ب وقتی کنار هم قرار بگیرن میگیم اخفا. شبیه نون وقتی که اخفا میشون علامت ساکنش رو نمیگذاره، میم هم وقتی اخفا میشه علامت ساکنش رو نمیگذاره. یو ما ذن تنوین بعدش لام اومده، از حروف یرملون تبدیل میشه نون به لام، به همین خاطر به جای نون لام تلفظ میکنیم. یوم ذل ز میچسبه به لام مستقیم. یوم ذل لخبیر ر ساکن میشه، واو و میم هم در هنگام سکون حذف میشن و خوانده نمیشن. و خبیرون بوده، دو تا تنوین بوده. اگر بخوایم بسم الله سوره بعد بچسبونیم اون موقع چون بعد از تنوین ب آمده تبدیل میشه به میم نون، خبیرون خوانده میشه، چون نون تبدیل میشه به میم به خاطر بی که در بسم الله بعد سوره است. در آخر سوره هایی که تنوین داره غالبا این گونه میبینیم این میم رو، اما ما چون اینجا توقف میکنیم نیاز به این دوتا نیست. لخبیر ساکن میشه. این سوره رو یک بار به همراه شما عزیزان تلاوتش رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. این دار وقت ساکنش هم میلرزه مقداری. و إنه على ذلك لشهید و إنه لحب الخير لشدید.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبیر. این هم از سوره مبارکه عادیات. انشاءالله که عزیزان این سوره رو هم اگر سوالی در ذهنشون بوده حل شده باشه براشون. ما همچنان انشاءالله در برنامه‌های بعد تلاوت هامون رو ادامه خواهیم داد و امیدوارم عزیزان درس‌های پیش رو هم اگر تا به حال احساس می‌کنید جاهایی از قرآن کریم رو باز می‌کنید و نمی‌توانید بخوانید، باز هم سرعت اگر کم باشه مشکلی نیست، اما اگر در خود تشخیص حروف مشکل دارید و کلمات و حرکات که چطور بخونید، حتما درس‌های پیش رو هم همراه ما باشید تا انشاءالله سوال‌های شما همه پاسخ داده بشه در خلال درس‌های پیش رو. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله.